در ارتفاعی بیش از 11500 پا در دل کوههای هیمالیا، مردم روزگاری کاملاً به یک گذرگاه کوهستانی به نام زوجیلا وابسته بودند. تنها چند ساعت بارش سنگین برف کافی بود تا این تنها مسیر عبور از میان کوهها برای ماه‌ها از نقشه حمل و نقل ناپدید شود و منطقه آن سوی کوهها را به طور کامل در انزوا فرو ببرد. اما امروز به جای پذیرفتن چنین انزوایی، مهندسی مدرن رویکردی جسورانه تر را انتخاب کرده است، یعنی عبور مستقیم از دل کوه. تونل زوجیلا، تونلی به طول بیش از 8.7 مایل در عمق کوههای هیمالیا حفاری شد تا با وجود یخ، بهمن و شرایط آب و هوایی شدید، رفت و آمد را در تمام طول سال برقرار نگه دارد. اما این تونل عظیم چگونه ساخته شد؟ سلام دوستان، به کانال یوتیوب تاپ سیکرت خوش آمدید. در این ویدیو قصد داریم شما را با یکی از شگفت‌انگیزترین دستاوردهای مهندسی جهان آشنا کنیم: تونل زوجیلا در دل کوههای هیمالیا. مسیر عبوری که روزگاری با چند ساعت بارش برف ماه‌ها بسته میشد، امروز به لطف مهندسی مدرن به یک مسیر حمل و نقل سالانه و پایدار تبدیل شده است. با ما همراه باشید تا از نزدیک ببینیم چگونه انسان‌ها توانستند بر چالش‌های خشن‌ترین کوه‌های زمین غلبه کنند و تونلی بسازند که امنیت، دوام و تکنولوژی را در خود یکجا جمع کرده است. کوههای هیمالیا با زمین‌هایی بسیار ناهموار شناخته می‌شوند، جایی که سفر وابسته به جاده‌های پرپیچ و خم و خطرناک کوهستانی است. یکی از بارزترین نمونه‌ها گذرگاه زوجیلا است که در ارتفاعی حدود 11575 پا از سطح دریا قرار دارد. این گذرگاه دره کشمیر را به فلات لداخ متصل می‌کند و به عنوان مسیر حیاتی میان دو منطقه با جغرافیا و اقلیم کاملاً متفاوت شناخته می‌شود. برای دهه‌ها این تنها راه انتقال کالا، سوخت و نیروهای نظامی به لداخ بود. با این حال، هر سال به مدت 5 تا 6 ماه این مسیر به دلیل بارش سنگین برف مسدود می‌شد و در زمستان منطقه را تقریباً به طور کامل در انزوا قرار می‌داد. برای حل این گلوگاه استراتژیک، هند پروژه تونل زوجیلا را آغاز کرد. تونلی کوهستانی در دل هیمالیا به طول حدود 8.7 مایل که عمیقاً در زیر گذرگاه زوجیلا امتداد دارد. این یک تونل جاده‌ای دو خطه است که برای حفظ ارتباط دائمی در تمام طول سال طراحی شده، حتی در شرایطی مثل طوفان‌های برفی، رانش زمین و دماهایی که به زیر نقطه انجماد می‌رسند. در این پروژه هزاران کارگر مجبور بودند به صورت شبانه روزی کار کنند، آن هم در شرایطی بسیار سخت و با کمبود شدید اکسیژن. آنها همزمان با آب ذوب شده یخچال‌ها دست و پنجه نرم می‌کردند، آبی که به طور مداوم به درون توده‌ای سنگی با قدمتی حدود 45 میلیون سال نفوذ می‌کرد. با سرمایه‌گذاری کلی نزدیک به 1 میلیارد دلار آمریکا، تونل زوجیلا نه تنها زمان سفر را از حدود 3 ساعت به تنها 20 دقیقه کاهش می‌دهد، بلکه ارتباطی دائمی و بدون وقفه را برای منطقه لداخ برقرار می‌کند. این پروژه صرفاً یک طرح حمل و نقل نیست، بلکه یک دارایی راهبردی زیرساختی به شمار می‌رود که لوجستیک، امنیت ملی و توازن ژئوپلیتیکی در مرزهای شمالی جنوب آسیا را به طور اساسی تقویت و باز تعریف می‌کند. با این حال، اجرای چنین پروژه‌ای در دل شرایط خشن طبیعی هیمالیا، چالش‌های گسترده‌ای در حوزه ساخت و ساز به همراه داشت. تونل زوجیلا که در ارتفاعی حدود 11500 پا از سطح دریا اجرا می شود، پس از تکمیل قرار است یک ارتباط سریع و پایدار میان این دو منطقه ایجاد کند. در این ارتفاع میزان اکسیژن هوا تنها حدود 60% سطح دریاست و این موضوع به طور مستقیم توان کاری انسان را کاهش می دهد. در زمستان دما اغلب به زیر -4 درجه فارنهایت می رسد
و همزمان بادهای شدید و بارش سنگین برف محل پروژه را هر سال برای چندین ماه تقریباً به طور کامل منزوی می‌کند. به همین دلیل نخستین گام پروژه نه حفاری در دل کوه، بلکه ایجاد محیطی بود که انسان و ماشین‌آلات بتوانند در آن در بلند مدت زنده بمانند و به کار ادامه دهند. محل اسکان کارگران با استفاده از سازه‌های پیش ساخته بسیار عایق ساخته شد. سازه‌هایی مجهز به سیستم‌های گرمایشی، تأمین اکسیژن کمکی و مراکز درمانی مخصوص پایش مشکلات سلامتی ناشی از ارتفاع. نیروی کار در شیفت‌های کوتاه و چرخشی فعالیت می‌کرد تا بدن فرصت سازگاری با شرایط ارتفاع را داشته باشد، نه اینکه مانند پروژه‌های مناطق کم ارتفاع برای مدت‌های طولانی به طور مداوم در محل باقی بماند. به طور همزمان نیروگاه‌های مستقل تولید برق نصب شدند تا برق پایدار و قابل اعتمادی برای کل پروژه تأمین شود، چرا که شبکه برق منطقه‌ای در این ارتفاع برای پروژه‌ای که نیاز به فعالیت 24 ساعته دارد به اندازه کافی قابل اطمینان نیست. برخلاف بسیاری از تونل‌های مدرن در اروپا یا شرق آسیا که در آنها ماشین‌های عظیم حفاری تونل می‌توانند به طور پیوسته در لایه‌های نسبتاً پایدار سنگی کار کنند، تونل زوجیلا در شرایطی کاملاً متفاوت ساخته می‌شود. مسیر این تونل در عمق کوههای هیمالیا امتداد دارد. سامانه‌ای کوهستانی و زمینشناسی جوان که در آن لایه‌های سنگی هنوز تحت فشار مداوم ناشی از برخورد صفحات تکتونیکی قرار دارند. در فاصله‌ای بسیار کوتاه، شرایط زمینشناسی می‌تواند به طور ناگهانی تغییر کند، از سنگ‌های یکپارچه و مقاوم گرفته تا سنگ‌های شکسته، لایه‌های سست و ضعیف، نواحی به شدت هوازده یا بخش‌هایی که به طور جدی تحت تأثیر آب‌های زیرزمینی قرار دارند. همین نبود یک نواختی باعث می شود استفاده از ماشین‌های حفاری تونل که برای کارکرد مطمئن در زمینشناسی پایدار و قابل پیشبینی طراحی شده‌اند، بیش از حد پرخطر باشد. تنها یک تغییر غیرمنتظره در مقاومت سنگ، فشار زمین یا میزان ورود آب می تواند این ماشین‌ها را در عمق کوه گرفتار کند و کل پروژه را برای مدت طولانی به حالت توقف کامل بکشاند. در مواجهه با این خطرات، پروژه تونل زوجیلا رویکردی انعطاف پذیرتر را برای ساخت انتخاب کرد. به جای حفاری پیوسته، با استفاده از یک ماشین ثابت، تونل در گام‌های کوچک و مرحله به مرحله پیش می‌رود تا مهندسان بتوانند روش‌های اجرایی را بر اساس شرایط واقعی داخل کوه به صورت لحظه‌ای تنظیم کنند. فرایند حفاری به چرخه‌هایی تکرار شونده تقسیم شده است که با سوراخ‌کاری‌های کوچک در پیشانی سنگ آغاز می‌شود. بر پایه داده‌های نقشه‌برداری و مشاهدات مستقیم در محل، موقعیت، عمق و زاویه هر سوراخ با دقت محاسبه می‌شود تا سنگ به صورت کنترل شده شکسته شود، پیشانی جدید تونل شکل بگیرد و در عین حال پایداری کلی سازه حفظ شود. پس از آن، انفجارهای کنترل شده با استفاده از مقادیر دقیق مواد منفجره انجام می‌گیرد. چاشنی‌ها به طور همزمان فعال نمی‌شوند، بلکه در یک توالی بسیار سریع و با فاصله‌ای در حد چند میلی ثانیه عمل می‌کنند. روشی که انتقال ارتعاش را محدود کرده و خطر ناپایدار شدن سقف و دیوارهای تونل را کاهش می‌دهد. بلافاصله پس از هر مرحله انفجار، عملیات به طور موقت متوقف می‌شود تا سامانه‌های تهویه پرقدرت فعال شوند و دود انفجار، گرد و غبار سنگ و گازهای سمی را از داخل تونل خارج کنند. در محیط بسته و کم اکسیژن کوهستان‌های مرتفع، حفظ کیفیت هوا مسئله حیاتی و مرتبط با بقاست. تنها زمانی که ابزارهای پایش تایید کند شرایط ایمن است، کارگران اجازه بازگشت به تونل و از سرگیری عملیات را پیدا می کند. سپس سنگ‌های خرد شده ناشی از انفجار تخلیه می‌شوند تا پیشانی جدید تونل نمایان شود و سطح برای مرحله بعدی تقویت آماده گردد. در ادامه تکیه‌گاه‌های موقت برای تثبیت سقف و دیواره‌های تونل نصب می‌شود تا از هر گونه جابجایی بیشتر توده سنگ اطراف جلوگیری شود. پس از ایمنسازی کامل شرایط، چرخه جدید حفاری آغاز می‌شود. برای کاهش زمان کلی ساخت، پروژه به گونه‌ای سازماندهی شد که حفاری به طور همزمان از دو دهانه مخالف تونل انجام گیرد.
این روش امکان توزیع انعطاف‌پذیر نیروی انسانی و تجهیزات را فراهم می‌کند و هر زمان که شرایط اجازه دهد، سرعت پیشرفت را افزایش می‌دهد. به طور میانگین، هر پیشانی حفاری روزانه بیش از 9 پا پیشروی می‌کند. عددی که شاید در نگاه اول کم به نظر برسد، اما در شرایط زمینشناسی پیچیده و محیط خشن هیمالیا سرعتی حساب شده و دقیق است که با هدف حفظ ایمنی انتخاب شده است. هر بخش تکمیل شده تونل نتیجه هماهنگی دقیق میان دانش مهندسی، تجربه میدانی و توانایی سازگاری مداوم نیروی انسانی است، آن هم در یکی از چالش برانگیزترین محیط‌های ساخت و ساز در جهان. در شرایط پیچیده زمینشناسی هیمالیا، زمان عاملی حیاتی در تعیین ایمنی تونل به شمار می‌رود. اگر سطح تازه حفاری شده تونل برای مدت زیادی بدون محافظ باقی بماند، حتی یک لرزش جزئی یا افزایش ناگهانی فشار آبهای زیرزمینی میتواند باعث ترک خوردگی یا حتی ریزش موضعی سقف شود. به همین دلیل تثبیت سطح تونل یک مرحله الزامی است که تقریباً بلافاصله پس از هر چرخه حفاری انجام می شود. نخستین اقدام پاشش بتون شاتکریت با گیرش سریع بر روی تمام سطح تازه تشکیل شده تونل است. در شرایط دمایی پایین، طرح اختلاط بتون و زمان گیرش آن با دقت تنظیم می شود تا در مدت زمانی کوتاه به مقاومت کافی برسد. به طور همزمان، بولت‌های فولادی بلند در عمق توده سنگ اطراف حفاری می‌شوند تا لایه‌های زمینشناسی شکسته را به یکدیگر متصل کرده، ساختاری ترکیبی و پایدارتر ایجاد کنند و تنش‌های ناشی از حفاری را به طور یک نواخت باز توضیح نمایند. در بخش‌هایی با زمینشناسی ضعیف‌تر یا ریسک بالاتر، قاب‌های فولادی قوسی شکل نیز به عنوان تقویت کننده اضافی نصب می‌شوند تا شکل تونل حفظ شود. استفاده همزمان از شاتکریت، بولت‌های سنگی و قاب‌های فولادی به تیم اجرایی این امکان را می‌دهد که پایداری تونل را متر به متر کنترل کند و فضایی را که به تازگی با انفجار دچار آشفتگی شده است، به سازه‌ای ایمن برای ادامه حفاری در محیطی با زمینشناسی دائما در حال تغییر تبدیل نماید. آبهای زیرزمینی و آب حاصل از ذوب برف و یخ تهدیدی خاموش برای تونل‌ها در مناطق کوهستانی مرتفع به شمار می‌روند. در تونل زوجیلا این خطر به ویژه شدید است، زیرا مسیر تونل مستقیما در زیر یخچال‌ها و لایه‌های سنگی به شدت شکسته هیمالیا عبور می‌کند. آب تنها به صورت جریان‌های قابل مشاهده حرکت نمی‌کند، بلکه از طریق هزاران ریز ترک نفوذ کرده به تدریج وارد بتون می‌شود و در داخل تونل تجمع پیدا می‌کند. با گذشت زمانی که دما به زیر 32 درجه فارنهایت میرسد، این آب یخ میزند، منبسط میشود و فشار داخلی درون سازه ایجاد میکند. تکرار چرخه‌های یخزدگی و ذوب شدن در فصل‌های مختلف میتواند باعث ترک خوردگی بتون، پوسته شدن سطح و کاهش تدریجی ظرفیت باربری سازه شود، موضوعی که به طور مستقیم دوام بلند مدت و ایمنی تونل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل در تونل زوجیلا سامانه‌های زهکشی و آببندی به صورت همزمان با حفاری و عملیات تثبیت سطح اجرا می‌شوند. آبهای نفوذی بلافاصله در کف تونل جمع‌آوری شده و از طریق لوله‌های زهکشی اختصاصی به بیرون هدایت می‌شوند، در حالی که لایه‌های آببندی به عنوان یک سد محافظ عمل کرده و از نفوذ بیشتر آب به لایه‌های عمیق‌تر پوشش سازه‌ای جلوگیری می‌کنند. این رویکرد ترکیبی امکان کنترل آبهای زیرزمینی را از مراحل اولیه فراهم می‌سازد و تضمین می‌کند که تونل بتواند در شرایط سخت یخزدگی و ذوب متناوب که از ویژگی‌های بارز هیمالیاست، به صورت پایدار و ایمن مورد بهره برداری قرار گیرد. پس از آنکه عملیات حفاری و تثبیت اولیه تونل زوجیلا به پایان رسید، ساخت بخش کف تونل یا همان اینورت آغاز شد.
این لایه سازه‌ای نقش کلیدی در قفل کردن هندسه کل مقطع تونل دارد. بارهای بلند مدت را تحمل می‌کند و به عنوان پی دائمی برای سامانه‌های فنی عمل می‌کند که در لایه‌های بالایی نصب می‌شوند. با تکمیل اجزای اصلی سازه‌ای تونل زوجیلا و دستیابی به پایداری کلی، پروژه وارد مرحله‌ای کاملاً متفاوت شد. مرحله گذار از یک کارگاه فعال ساختمانی به یک زیرساخت عملیاتی با فعالیت مداوم. در این مرحله تمرکز دیگر بر پیشروی چند متر بیشتر در دل کوه نبود، بلکه بر این موضوع قرار گرفت که فضای داخلی تونل بتواند در طول عمر بهره‌برداری چندین دهه‌ای خود به صورت ایمن، قابل اعتماد و کاملاً تحت کنترل عمل کند. در همین راستا تمام سطح تونل به طور کامل آببندی شد تا از نفوذ آبهای زیرزمینی و آب حاصل از ذوب برف و یخ جلوگیری شود و خطر یخزدگی، خوردگی و فراسای بلند مدت در اقلیم خشن هیمالیا به حداقل برسد. پس از اجرای لایه آببندی، سامانه روشنایی در سراسر طول تونل نصب شد. سامانه‌ای که برای عملکرد پایدار در شرایط مرطوب، سرد و پرگرد و غبار طراحی شده است. این روشنایی نه تنها برای تردد وسایل نقلیه ضروری است، بلکه دید کافی برای بازرسی، نگهداری و عملیات امدادی را نیز فراهم می‌کند. به طور همزمان، سامانه تهویه از حالت موقت کارگاهی به حالت بهره‌برداری بلند مدت ارتقا یافت. این سامانه شامل فن‌های پرقدرت، کانال‌کشی‌های ثابت و سیستم‌های کنترلی خودکار است که می‌توانند جریان هوا را بر اساس تراکم ترافیک و شرایط داخلی تونل تنظیم کنند. شبکه‌ای از حسگرهای ایمنی در سراسر تونل نصب شد که به طور مداوم کیفیت هوا، غلظت گازهای سمی، دما، دود و سایر نشانه‌های غیرعادی را پایش می‌کنند. تمامی این داده‌ها به یک مرکز کنترل مرکزی منتقل می‌شود تا نظارت لحظه‌ای و پیوسته امکان پذیر باشد. در صورت وقوع حوادثی مانند آتش‌سوزی یا تصادف‌های ترافیکی، سامانه تهویه قادر است به سرعت جهت جریان هوا را معکوس کند، دود و گازهای داغ را از ناحیه حادثه خارج سازد و همزمان یک مسیر هوای ایمن برای خروج افراد و وسایل نقلیه ایجاد کند. دوربین‌های نظارتی و سامانه‌های ارتباط اضطراری نیز در فواصل مناسب در طول تونل نصب شده‌اند تا امکان تشخیص زودهنگام حوادث فراهم شود و در شرایط اضطراری راهنمایی لازم به افراد حاضر در داخل تونل ارائه گردد. همین ترکیب از سازه‌های مقاوم و سامانه‌های فنی پیشگیرانه است که تونل زوجیلا را از یک فضای حفاری شده در دل کوه به یک مسیر حمل و نقل سالانه تبدیل کرده است. مسیری که با وجود شرایط سخت بیرون می‌تواند به طور قابل اعتماد فعالیت کند. تمامی فرایند ساخت تونل زوجیلا نشان می‌دهد که این پروژه صرفاً یک مسیر عبور کوهستانی نیست، بلکه تلاشی مستمر برای کنترل محیطی است که هرگز برای میزبانی زیرساخت‌های مدرن طراحی نشده بود. از ایجاد شرایط موقت زندگی برای کارگران، مدیریت کیفیت هوا و دما تا عملیات حفاری، انفجار، تقویت سازه و نصب سامانه‌های عملیاتی بلند مدت، هر مرحله یک هدف واحد را دنبال می‌کند. تبدیل مسیری که روزگاری ماه‌ها به خاطر برف مسدود می‌شد به یک مسیر حمل و نقل فعال در تمام طول سال. اینجاست که مهندسی مدرن آغاز به بازتعریف نحوه حرکت انسان‌ها در برخی از خشن‌ترین رشته‌کوه‌های زمین می‌کند. اگر گذرگاه زوجیلا نماد چالش‌های خشن هیمالیا باشد، تونل زوجیلا پاسخی است که مهندسی مدرن ارائه کرده است. به جای پذیرش قطع ارتباط توسط طبیعت، انسان‌ها انتخاب کردند که مستقیماً از دل کوه عبور کنند تا جریان حمل و نقل، لوجستیک و زندگی را حفظ نمایند. پروژه زوجیلا تنها نقشه حمل و نقل را تغییر نمی‌دهد، بلکه نحوه مواجهه انسان‌ها با برخی از ناهموارترین زمین‌های جهان را نیز باز تعریف می‌کند. اما تونل زوجیلا یک پروژه مستقل نیست.
این تونل تنها یکی از حلقه‌های زنجیره‌ای از پروژه هاست که در آنها انسان‌ها تصمیم گرفتند از میان کوه‌های بلند عبور کنند، دره‌های عمیق را پل بزنند و زیرساخت‌هایی بسازند که روزی غیر ممکن به نظر می‌رسیدند. خیلی ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو به همراه ما بودید. فراموش نکنید که کانال یوتیوب تاپ سیکرت را برای ویدیوهای جالب بیشتر سابسکرایب کنید و ویدیوها را هم لایک کنید تا هیچ کدام از ویدیوهای شگفت‌انگیزترین پروژه‌های مهندسی جهان را از دست ندهید.